زمانهایی که من حالم خوش نیست، غیب میشم میخوابم و اینا، خیلی ها فکر میکنن این رفت کسبازی. 4 بعد از ظهر دیروز رو این تخت بودم با این بساط تا امروز ساعت 7 صبح. اصلا من اون برنامه ها رو ندارم. رفت بپیچون و مباد بازی و با کسای بالا نه دنبال اون برنامه ها نیستم آجی. من جلوی سوشال مدیا نیستم، یعنی با خودم هم نیستم، یه دنیای دیگه تو درون خودم هم. بعد 20 ساعت اونجا بودم، الان اومدم. کسبازی و این ادا اصولا رو نمی کنم. آره داره مواد میزنه با دخترهای آمریکایی و با این سری. این احتمالاً الان نیست، این چون خیلی با یهودی ها خوبه، بعد الی دست یهودی ها شنیدم میدادم میگم اینو بردن باش حال کنن، یعنی بردنش توی خونه های فلان. من با ماشین خودم اینجا نمیرم، پیاده میرم. با خونه های فلان چیه برادر من دختر بازی هم کنم یادتون باشه خودم با یه دختر، اصلا جمعم هیچکی من تا حالا ندیده و نمیرم. آره داداش الکی توام نزن سر قدیر نها کن ما رو ول کرد داره حال میکنه. نه با من کسکیشون تخ افتاده بودم، دیوانه شده بودم بیشتر. الان خوب شدم. این جوراب چرا نم داره؟ شستم اینا رو دیروز. این دختره ویزا گرفته توریستی 1.5 سال پیش، بعد اومده اینجا کسخل دیگه بر نگشته. بعد الان به من دایرکت داده که نیویر میشه، خیلی دلم گرفته. منم بهش دایرکت دادم گفتم فلانی. گفت چیه؟ گفتم چند سالته؟ گفت 27. گفتم تو 25 سالگی متلقو شب عید میگفتی، متلقو میرفتی، الان دلت برای نیویر میگیره. خارکس نیویر به من و تو چه ربطی داره؟ خواهی دلم میگیره، بگوز نگیره کسه. نیویر مال برادر من مسیحیه، چه ربطی من داره آخه؟ خواهر نیویر رو عید پیدا من رو گاهیدم.